اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. ای کسانی که ایمان به قرآن دارید، در وقتی که پیغمبر با شما صحبت میکند آواز خود بلند نبردارید. مفسرین کرام در تفسیر این آیه کلمه میگویند شاگرد در پیش استاد حق بلند گپ زدن ندارد، فرزند در پیش پدر حق با آواز بلند گپ زدن ندارد، عوام ها هم در پیش پیشواهای خود علماها حق بلند گپ زدن ندارند. اگر در پیش پیغمبر با صدای بلند به آدابانه صحبت کنید، خدا میگه همه عملهای شما برباد می شود. از این سبب قومای عزیز خیلی با دقت گوش اندازید. روز قیامت قرآن یک منظره از منظره های دوزخی ها را بیان می سازد در سوره تبارک. خدا همه را از دوزخ نگه دارد. در آن منظره وقتی که پاسبان های دوزخ از دوزخی ها سوال میکنند که برای چی شما دوزخ آمدید؟ آیا برای شما پیغمبر نآمده بود؟ آیا بار شما صحبت علماها نشسته بوده؟ اونها در جواب چی میگویند؟ قالوا بلا قد جاءنا نذیر فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء ان انتم الا في ضلال كبير. آره، در قشلاق ما عالم ها آمده بودند، در قشلاق ما داعی ها آمده بود، نماینده های پیغمبر، جاینشینان پیغمبر آمده بود، اونها ما را به خدا دعوت کردند، اونها به ما احکام اسلام بیان کردند، اما ما از روی جهالت، از روی نادانی صحبت اونها را گوش نکردیم، صحبت اونها را قبول نکردیم و گفتیم این جنت و دوزخ دروغ است، نعوذ بالله، و هیچ مرده بعد از نابود شدن از نو زنده نمی شود. ما هم تعقیده داشتیم، اکنون دانستیم که ما خیلی گمراه بودیم. وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعیر. اونها میگویند، دوزخی ها در زندان دهشتناک دوزخ گرفتاره ها میگویند اگر ما کاش که در دنیا صحبت پیشواهای خود میشنیدیم. لو كنا، لو برای تمنی حسرت است. مفسرین کرام میگویند اگر ما صحبت پیشواهای خود گوش میکردیم یا لا اقل عقل خود کار میفرمیدیم، امروز دوزخی نمیشدیم. انسانی که عقلش کار فرمد میداند که این آسمان با این بزرگیش و این آفتاب و مهتاب با این رفت آمدش و این زمین با این گردشش و این انسانها را با هزار رنگ آفرینشش بیهوده نیست. یک خدای هست، یک آفریدگار هست که موجودات آفریده و انسان آفریده و از غرض از آفرینش انسان یک مقصد دارد. قومای عزیز، جوانای خوب، خیال میکنه که شما را پروردگار آفرید از قطره آب پلید، آبی که از پدر جدا می شود در مادر در رحمش قرار می گیرد، به این صورت زیبایی آفرید فقط برای خاطر کار کردن و خوردن و خارفتن؟ برای همین آفرید شما را؟ نه، برای نافریده. اگر فقط برای خواب و برای کار می آفرید خود حیوان کفایه میکرد در روی زمین، اما انسان خدا برای عبادتش آفریده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم. خدا میگه ای انسان، من این زمین با همه کاندنی های فایده ناکش برای تا آفریدم، من این بحرها را با همه فایده هاش به شما برای تا آفریدم، آفتابم، مهتابم، اما تو
به ما و شما خطاب میکنه خدا تو رو برای عبادت خودم آفریدم که من پرستش کنی، همون خدای زیبایی که از قطره آب، از آب منی، از نطفه، از سپرما و اصطلاح امروز گویم جوانا هوشیار شوند آفریدم، من عبادت کنی برای این. بنابر انسانه که از سن 12 بالا تا آمدن مرگ خدای خود پرستش نمی کند، در یک روز 5 وقت نماز چه نمی خواند، خواه مرد و خواه زن، این انسان در پیشگاه خدا جوابگر است، جنایتکار است، حتما خدا وی عذاب میکند. اما عزیز خیال نکنه که مسلمانی فقط این است که من مسلمانم و دادم مسلمان. خیال نکنه که مسلمانی فقط همین است که ختنه میکنی، کلان شد زنش میتی، مرد جنازش میکنی، بعدی وی هفت چیلش. این مسلمانی نیست، این فریبکاری است. مسلمانی را معناش چیست؟ مسلمانی را معناش لا اله الا الله محمد رسول الله گفتن، 5 وقت نماز خواندن، روزه ماه مبارک رمضان گرفتن، زکات دادن، حج کردن. این 5 کار کسی میکنه او مسلمان است. همین 5 کار اگر نمیکنه وای مسلمان نیست. مسلمان نامی خیلی بلند است. برای مسلمانی را نامش سزاوار شدن بنده بودن در کار است، نه انسان. بنده کیست؟ بنده کسی را میگوین که بعد از آن که خوش شناخت، خوش بنده خدا میدانه، فرمان امر خداش به جا میبیاره، این بنده میگوین. انسانی که از قطره منی، از یک قطره آب آفریده شده است. عزیزان من توجه کنید، حضرت مولوی چی میگوید؟ اصلت از قطره منی، لایق تو نیست منی. اصلی تو از یک قطره آب مدیست، آب پلید، آب نطفه که در بدن درسته ناراحت میشی، در حال تازهش میکنی میشویش. حتی شماها به علم که هسته با این حد از جنابت احترام داره که یک کس روتان دیدن نمیخواهی، بنا نفرت داری. از رهی باول شدی کبر و منی ها چی کنی؟ از راه پیشاب شدی، ای جوانه که خدا را عبادت نمی کنی شرمنده. از راه پیشاب شدی، همون آب منی از راه پیشاب پدرت آمد، در رحم مادر جا گرفت، بعد از 9 ماه و 9 روز باز از راه پیشاب مادر به دنیا آمدی. آیا تو ده سزاوار است؟ تو ده سزاوار است که قدر دعوای منی کنی و فرمان خدا تو به جان بیاری؟ تو همان جیفه‌ای، این حسن و کمال تو از اوست. تو همان جیفه‌ای، این حسن و کمال تو از اوست. باش خاکی رهی او، میل به بالا چی کنی؟ حضرت میگه تو همان آب پلیدی، ای عقل تکار فرما، تو همان آب بوی گرفته هستی. این حسن و جمال ببین، این زیباگی را، این حسن، این قد رسا را، این چشم بینا را، این مژگان های دراز را، این قاش های زیبا را کی داد؟ کی به تو داد؟ لیلین داد، همینم لیلین داد، همینم فروید داد، همینم مارکس داد. در کارخانه رحم مادر صورت انسانی را لیلین کرد. کی کرد؟ هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء. هو الذي خدایی است که در رحم مادر نقاشی کرد، صورت زیبای تو را آفرید. برای خاطر آن آفرید که تو بعدی به دنیا آمدن او را عبادت کنی، این قامت زیبا را در پیشگاه او خم کنی، سبحان ربی العظیم گویی، این پیشانی زیبا را در زمین مونی در وقت سجده سبحان ربی الاعلا گویی. تو را برای این آفرید، نه برای که مانند حیوان باید از صبح تا شام کار کن، خواه در مگزین و خواه در اداره و خواه در صحرا.
شام کشی خانت بیا در بیخ تلویزار شین تا وقتی خواب با حیوان باری خارو سحر با خیر رواتشو کار رو برای این تو رو نافریده. یک بار هشت ده سر گیر. تو مسلمانی باید تو هر هفته روز یک بار با روزهای جمعه مسجد رو از پیشواهای اسلام فهم که خدا از چی طلب دارد. تو همان جیفه‌ای این حسن و کمال تو عزوست. باش راهی باش خاکی دری او میل به بالا چی کنی. حضرتی حسن بصری میگویند عجیبت لمن یغسل الخرعه بیده کل یوم مرة او مرتين ثم یتکبر یعارض جبار السماوات والارض. من تعجب میکنم از انسانی که هر روز با دستش با همین دستش نجاست چه تازه میکند حاجت خانه کی رفت. با وی شرمنده خدایی که او را آفریده است او را عبادت نمیکنه. خدایی که او را آفریده است با وی گپش به جا نمیبیاره فرمانش نمیگیره مقابل شریعت او با کار میکنه. این شرمندی که طاقت یک دردی گرده ندارد، طاقت یک میکروبی زهرآلود سرطان ندارد با به خدای خود گردن کشی میکند و خدای بزرگ خود عبادت نمیکند. عزیزان من، قوای عزیز، من بار اول است در این دیار شما با شرافت حاجی ضیاءالدین مهمان گشتم. از این فرصت استفاده برده شما را قدر گنجایش وقت به سوی خدا دعوت میکنم. احکام خدا را به شما میرسانم. اسلام چیست؟ باز تاکید میکنم اسلام عبارت از فرمان برداری کردن خدا هست. الاسلام هو الانقیاد لأوامر الله والاجتناب عن النواهی. اسلام مسلمان کسی را میگن که فرمان خدای خود به جا میبیارد، از حرام های خدا خودش نگه میدارد. فرمان خدا برای ما و شما چیست قومای تیزگر؟ مگر پروردگار با این قدر نیکی هایش که برای ما کرده است از ما طلب دارد که از صبح تا شب فقط عبادتی او را کنیم؟ نه، از ما طلب دارد چی؟ ببینه کدام احکام اسلام میان شکن است. دولت شما را 20 سوم آیلیگ میتید، از صبح تا شام رفته در روی میکنه مادرای ما 20 سوم آیلیگ شما میتید. کارخانه 60 سوم آیلیگ میتید، 8 ساعت 9 ساعت کار میکند. اما خدایی که چشم رسا داده است، خدایی که گوش شنوا داده است، خدایی که معده آرام کار میکردگی داده است، عقل رسا داده است، از شما چی طلب دارد؟ از شما طلب دارد که در یک روز 5 بار من عبادت کنم. 5 بار. یک روز چند ساعت داره ما؟ 24 ساعت. 12 ساعت شب است، 12 ساعت شروع عقلاتون کار فرمید و الا اگر کار نفرمید خدا شما را عذاب میکند. شاید تا امروز در این باره تفکر نکرده بوده. تلویزیون و آینه نیلگون اخلاق شما را کرخته کرده بود که خیال میکرده همه دنیا همین است. نه، این تو نیست. 24 ساعت خدا در اختیار شما داده است. برادرای عزیز، خواهرایی که صدای منو میشنه، مادرای عزیز، 24 ساعت 12 ساعتش خواب میکنی، 12 ساعتش برای زندگیت کار میکنی. از همین 12 ساعت خدا از ما و شما طلب کرده است که وقتی که صبح دمید ساعت 6:30 شد، صبح میدمد ای بنده من خطارت کن روحکات شو، از افلاسی خود پاک کن، بالای جای نماز برا روز خود، این روزی که آغاز می شود به عبادت من شروع کن. امروز عالم مسیحیت، عالم یهودی ها همه رو به عبادت خانه آوردیان. ما مسلمان ها از عبادت خانه ها ما می گریزیم. مسجد اگر در قشلاق باشد از
500 اهالی که در قشلاق زندگی میکنه خواه 4 مسافت مسجد میرد خواه 5 تاش میرود دیگر همه مرده بارین خواب است. مگر شرم نمیدارد همه آدمایی که مسجد نمیرن خدا شده مسلمان میگویند؟ مگر ایزا نمیکشد؟ حالا که خدا صبح که دمید فریاد میکند، پروردگار ندا میبرارد که ای بندی من خیل نماز خوان، خیل نماز خوان، نماز و اقیموا الصلاة ولا تکونوا من المشرکین. بندی من خیل نماز خوان، اگر نماز نخوانی تو کافری. خدا گفتی استادن، اینو من نمیگم. بنابر نفس دانید که هر چیزی که الان از زبان من میشونه این سخن شریعت است، این حکم خداست، این حکم پیغمبر است. همان خدایی که بعد یه هفته اکثر تا پیش اوی میری تابوت سوار هر روز دیده سده بردی استادن، شما از وای مستثنا نیستی، حتما روز با حسرت میره پیش همون خدا. از این سوال شما رو میپرسد. نماز خوان، نماز نمیخوانی بامداد. من افسوس میخورم که مسلمان های ما اگر کارش اسم شب باشد ساعتی 4 میخیزه از کار میره پیاده تا جای کارش، اما برای نماز بامداد نه. من مادرها رو خواهرها رو میبینی یگان کار پیشتر شهر رو اون ساعتی 6 سحر در اصنافکا خونه خورده ایستادیان برای تکستیل کار رفتن، اما نماز باشد نه. مسلمان نماز مسجد نمیرند. برای خاطری چی؟ برای خاطر که این ایمانی به خدا ندارد، برای خاطری که وای ایمانی به جنت و دوزخ ندارد، برای خاطر که وای ایمانی به زنده شدن ندارد. و اگر ایمان میداشت از ترس خدا سحر یک صبح که میدمید سر اسلام میخیست طهارت میکرد، لباسکای خوش روشه بپوشید مسجد میرفت، در مسجد رو به سوی قبله 2 رکعت نماز بامداد با جماعت میخواند. قومای عزیز، اگر شما برای نماز بامداد وقتی خود جدا کنی همگی 10 دقیقه وقتی شما میرود. خوب اگر مسجد روید 20 دقیقه وقت هم میرود. میبیایی تا ساعت 1 کار بار زندگی میکنی، کار میکنی تا 1 پیشین در 1 میدراد کار میکنی، 6 ساعت کار میکنی، از ساعت 6 7 سحر اون طرف. ساعت که 12:30 شد 20 کم 1 با فرمان پروردگار صادر میشود که بنده من نماز خوان. وقتی پیشین شد طهارت میکنی، با دویده مسجد میری. خوب اگر در کارخانه باشی طهارت میکنی، در همونجا 4 رکعت فرض پیشین میخوانی، 10 دقیقه وقت صرف میشود. با ساعت 4:30 نماز عصر میدرد. در خانه باشی با طهارت میکنی، با 4 رکعت عصر میخوانی. شام شد ساعت 6 5 رکعت نماز شام میخوانی. خفتن شد 9 رکعت، یعنی 20 دقیقه. همیشه اگر ما حساب کنیم 1 ساعت وقتی ما رو میگیرد. 1 ساعت در 24 ساعته که خدا در اختیار ما داد، 1 ساعت از ما بندگیش طلب میکند. از روی انصاف شما همه آدمای عاقل هستید. اگر همین 1 ساعت ما بندگی خدا رو نکنیم، مگر سزاوار است که ما خمان مسلمان گوییم؟ سزاوار است که ما خمان بندی خدا گوییم؟ 5 بار فرمان خدا رو در 1 روز به نماز آدم رد میکند. اگر حکومت رئیس شهر یا رئیس رئیس ناحیه داد 1 بار فرمان کرد، زیر دستاش اگر اجرا نکنه همون روز کار پیش میکند. اگر معلم مکتب نرود 1 روز رهبریت مکتب رو از کار پیش میکند. برای چی؟ خدایی که شما را اینقدر نعمت داد، در هر روز 5 بار نماز خواه میگوید قبول نمیکنه، نماز نمیخواند و شما را به بندگیش قبول میکرده. برای چی؟ باید قبول نمیکند. او آدمای بے نمازه که در تابوت میبرنشان وای زرده که اون نماز جنازه فریب ای والله، وای برای تسلی دلی وارثاش میخوانند، وای فایده ندارد وقتی که نماز نمیخوانی. جنازه برای مؤمن است. پروردگار قرآن میگه و صلی علیهم، بر بندگان مؤمن من نماز جنازه خوان. نماز نمیخواندگی مؤمن نیست، خاطراتون جمع کنیتان. نماز نمیخواندگی خدا قرآن ده مؤمن نگفته است اقیموا الصلاة ولا تکونوا من المشرکین. آخر حکومت 60 مایلیک میتید، اگر 1 روز کار دنروی جزا میتید.
خدایی که این هوا رو در اختیارشون، این اکسیژن که داد نفس میکشه، این هوای تازه با نام امروز خیمیکا و اکسیژن میگن و یه مندله آورد و یه خدا آفریده است. اگر این هوا رو پروردگار یک روز زهرآلود کند، کنی نفس کش، کنی زندگی کن. با گفت سعدی شیرازی ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند، من ابرها در کارند، آفتاب در کار است. من آفتاب نباشه نه گندم میپزد، نه پیاز شما میپزد، نه سبزی تا میپزد، نه پخته تا میرسد. مهتاب در کار است، میوه ها رنگ میگیرند. ستاره ها را نورش در کار است، میوه ها سرخ و سبز و زرد میشوند با نور اونها. ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند تا تو نان به کفاری و به غفلت نخوری. ای انسان، برای خاطر آن اینها در حرکتن که تو یک برده نان یا گندم پزد و تو خار گشنگی خود نموری گوده کاتقتی. خدایی که غمی رزقی تو رو میخورد، خدایی که غمی حیاتی تو رو میخورد. ای دهقان، تو وظیفه در زیر زمین دانه رو کش کردن است، اما او دانه رو در زیر زمین کی تربیه میکند؟ او دانه رو کی نوری های مینرالیش میرساند؟ او رو کی میشکفاند؟